سلام به فالوورای عزیزم. روز زن و روز مادر به همتون تبریک میگم، بانوان کشورم و دنبال کننده های خودم. امروز مهمان برنامه ما هاله جان هستن. افتخار دادن که در کنار ما باشن و این اولین برنامه ویدئویی ما تو سالن پالیس هستش. افتخار دادن که امروز کنار ما باشن و موضوع برنامه‌مون راجع به پیشگویی سال 1403 هستش. امیدوارم که سال پربرکتی باشه برای همه و ممنون از اینکه همراه ما هستین. برنامه رو میسپارم به دست هاله جان. سلام و درود، وقت شما بخیر، انشاءالله که عالی باشین. ممنونم از ساناز عزیز بابت که این فرصت بزرگ در اختیار من گذاشتن که اینجا در حضور شما از حضرت استاد ایچینگ برای آینده یعنی سال 1403 توصیه هایی رو بگیریم. و همونجور که میدونیم انسان وقتی که قراره که یک سفری رو انجام بده، برای انجام سفرش اگر مقدماتی رو از قبل آماده کرده باشه، مسیر راه رو بدونه، نقشه رو داشته باشه، قطعاً بهتر میتونه با موانع برخورد کنه. پس ما امروز اینجا هستیم که از حضرت استاد ایچینگ توصیه هایی رو بگیریم که راه مسیر زندگی ما در سال 1403 به چه شکل هستش. انشاءالله که سال خیلی خوبی برای همه دوستان، عزیزان، همراهان و دنبال کننده های سالن پالیس باشه و همواره پر از برکت، خیر، فراوانی باشه و سلامتی که مهمترین چیزه برای همه مردم، ساناز عزیز و دنبال کننده ها و تمام مردم کره زمین. دوستان عزیز، همونطور که البته نمیدونم چقدر با ایچینگ آشنایی دارید. ایچینگ یک روح اعظمه، ایچینگ یک استاده، یک دوسته، یک راهنماست. ایچینگ مربوط به امروز و دیروز و پارسال و پریسال نیست. ایچینگ هزاران ساله که خودش رو به مردم باستانی و مردم شرق خودش رو نشون داده. این کتاب کهن یک الگو برای زندگی است، یک راه، یک روش، یک نقشه برای زندگی است که روانشناس بزرگ کارل گوستاو یونگ سالهای سال از حضرت استاد ایچینگ در مسائل مختلف کمک گرفتن و اول به عنوان یک تحقیق بود و بعدها متوجه شدن که ایچینگ خیلی درست، واضح، شفاف آینده رو میگه. و خب بسیاری از بزرگان اساطیری دیگه روی این قضیه کار کردن که من در این لایو نمیبینم که بخوام زیاد وقت رو بگیرم. بابت این میتونید سرچ داشته باشید که ببینید ایچینگ چی هستن. امروز قراره که ما از روح اعظم ایچینگ برای سال 1403 یک مسیر، یک راهنمایی، الگو بگیریم که اون رو پیاده سازی کنیم. ایچینگ به صورت 6 خطی هست، یعنی همطور که میبینید اینجا این 6 خطی ها هستن که مسیر ما رو مشخص میکنن. کتاب ایچینگ یک کتاب هست که از طریق این ما پیشگویی رو میگیریم و براتون تفسیر میکنیم. خب منم که رشتم شروع درمانگر هستم و اینجا هستم که این کتاب رو برای شما تفسیر کنم، ببینم که برای سال جدید به چه شکله. برای که وقت اینترنت و همه چیز صرفه‌جویی بشه، من این رو چند دقیقه قبل انجام دادم و فقط تفسیرش رو براتون توضیح میدم. گرفتن این 6 خطی ها با ریختن سکه هایی هست که ما 6 مرتبه سکه ها رو میریزیم. شما هم برای اینکه اگر بخواین از این پیشگویی استفاده کنید لازمه که نیت کنید. دستتون رو بذارید روی قلبتون، چشماتون رو ببندید، نفس عمیق بکشین و با من همراه من تکرار کنید. نفس عمیق باعث میشه که آرامش پیدا کنید. چشماتون رو ببندید، توجهتون رو بیارید روی چشم سومتون، دقیقاً بین دو ابرو. نفس‌های عمیق کمک میکنه که حواستون جمع بشه، تمرکزتون بیاد بالا. توی ذهنتون، توی دلتون از حضرت استاد ایچینگ درخواست راهنمایی کنید. بگید که حضرت استاد ایچینگ، سلام دارم خدمتتون. خیلی ممنونم از همه راهنمایی هایی که تاکنون به من کردین
البته این راهنمایی بیشتر برای من بوده، اگر شما تا حالا انجام ندادید میتونید اینو نگید. سپاسگزاری کنیم، شکرگزاری کنیم از حضرت استاد ایچینگ بابت اینکه همیشه دوست همراه استاد ما بودن و در مسائل سخت به ما کمک کردن. حضرت استاد ایچینگ ازتون سوال داریم، میخوایم بدونیم که سال 1403 مسیر زندگی ما و دنبال کننده های سالن پاریس به چه شکل خواهد بود؟ نیت کنید، توجه داشته باشید به دل و قلبتون و این رو بدونید که این ایچینگ یک بار استفاده میشه، یعنی اگر شما یک بار نیت کردید دیگه نمیتونید مجددا با این ایچینگ نیت های دیگه داشته باشید. این ایچینگ فقط برای پیشگویی سال 1403 هست. حضرت استاد ایچینگ، من اینو از روی کتاب میخونم، البته چون جملاتش سنگینه تفسیرش رو فقط به خاطر صرفه‌جویی در زمان خدمتتون اعلام میکنم. این سال 1403 سالی هست که حضرت استاد در مورد آراستگی صحبت کردن. این آراستگی باید در بیرون و درون شما باشه، یعنی فقط ما به بیرونمون توجه نکنیم، همونطور که بیرونمون باید آراسته باشه درون رو هم باید آراسته کنیم. یعنی سال 1403 زمان بسیار مناسبی هست که به این امر مهم بپردازیم و هیچ وقت از درون و باطنمون فراموش نکنیم، همیشه اون رو مد نظر داشته باشیم. حالا این یه بعد قضیه است. ما در هر مسئله، در هر کاری که انجام میدیم یه بخش بیرونی داریم، یه بخش درونی داریم. بخش درونی میشه همون نیت، بخش بیرونی همون کاریه که شما اجراش میکنید. پس آراستگی اومده میگه که تو این سال باید تعادل و توازن رو در این مسئله رعایت کنید، آراستگی داشته باشید، هم درونی هم بیرونی. نوید موفقیت رو به ما داده که سال 1403 سالی پر از موفقیت هستش، اما سالی نیست که شما بخواید گام‌های بزرگ بردارید. این سال سالیه که شما میتونید کارهایی که به نسبت کوچکتر هستن رو انجام بدید و موفق بشید. کارهای بزرگتر اگر دارید میتونید بذارید برای سال بعدی که میشه 1404 و این رو به ما گفتن. یعنی اگه بخوام به زبون خودمون بگم لقمه درشت تو این سال برندارید، به گفته حضرت استاد ایچینگ. موفقیت ها، درخشش ها وجود دارن، اما چون یک سری نیروهای ضعیفی وجود دارن که اونها هم بالا میان همزمان با شروع سال، بهتره که هدفهای خیلی بزرگتون رو تو این سال نذارید. شرطی که گذاشتن حضرت استاد ایچینگ اینه که اگر که خواستید کاری رو تو این سال انجام بدید بهتره که به کواکب و ستاره ها یک نظر بیاندازید. این کسایی که در مورد این کواکب و ستاره ها پیشگویی های انجام میدن، بد نیست که مثلا با توجه به اونها اخبار رو بگیرید و اگر کار بسیار مهمی داشتید تایم خوب رو از طریق کواکب و آسمان و کهکشان ها و این ستاره ها پیدا کنید و انجام بدید. همونطور که میدونید همه زمان ها زمان های مناسبی نیستن. مثلا زمانی که ماه به برج عقرب میرسه حدود چند روزه که اونجا اصلا ما هر ماه هیچ کار مهمی تو اون تاریخ انجام نمیدیم، ولی حضرت استاد ایچینگ گفتن تو این سال هم باید ما دقت کنیم اگر کار بزرگی خواستیم انجام بدیم، مثلا در قمر در عقرب به هیچ عنوان اون کار رو انجام ندیم. ما در قمر در عقرب میگیم مثلا ازدواج نکنید، قراردادهای مهمتون نبندید، نمیدونم مسافرت نه، کارهای کوچیک کوچیک بتون رو انجام بدید. در واقع این سال رو هم برای ما این شکلی پیش بینی و پیشگویی کردن. اومده گفته که اگر که قرار باشه که ما آراستگی رو انجام بدیم برای تمام مردم جامعه، یعنی همه باید به اون آراستگی بیرونی برسن، ولی اگر آراستگی قرار باشه که فقط بیرونی باشه، اینجا به ما اخطار دادن که نباید آراستگی اولی یعنی بیرونی ما جاش رو به، اگر درست گفته باشم، جاشو به درونی هم بده، یعنی درون رو ول کنید فقط و فقط بیرون رو بچسبید. به این شکل همون یه ذره موفقیتی هم که پیش بینی کرده بودن به اون موفقیت ها نخواهید رسید. پس این خیلی مهمه که انجام بشه. در قسمت تصویر به ما گفته که
مرد برتر، یعنی شمایی که نیت کردین، یعنی ساناز جون، یعنی همه کسایی که نیت کردن وقتی در ارتباط با مسائل روز حکومت قرار میگیرد به گونه‌ای با خردانه عمل میکنه. یعنی که قبل از انجام هر کاری که مثلا کارهایی که حکومت یا مردم مهم، افرادی که در جایگاه مهم قرار دارن، میگن قبل هر کاری فکر میکنن که متاسفانه در بسیار جوامع فکر نمیکنن، همینجوری انجام میدن. میگه که پس مرد زرنگ، یعنی مرد منظور کسی که نیت کرده، منظور اون مرد و زن نیستش، کسی که نیت کرده. میگه که اون برای هر کاری فکر میکنه، اندیشه میکنه. پس همینجوری بدون فکر و بدون برنامه بیگدار به آب نباید زد به این سال. بعض وقتا از بیگدار به آب میزنه، شانس میگیره، جواب میده، ولی 403 سالی نیست که این شکلی جلو بره. بله. میگه که وقتی هم که اگر در شرایط سختی گیر کردید، هیجانی نشید، آروم باشید، آراستگیتون رو حفظ کنید، یعنی همون ظاهر خوب، درون خوب رو حفظ کنید و اندیشه کنید، بعداً تصمیماتون بگیرید. یعنی گفته که اگر که این شرطایی که میذاره رو رعایت کنید، به موفقیت ها و شرایط ایدئال نزدیک خواهید شد یا اصلا موفق بشید به طور کلی. یه دونم به ما خط پیر داره که اونم بهتون بگم. میگه اون محاسن خود رو میاره. میگه در واقع ما بعضی چیز مسائل هست که ریز کوچیکه، خب دیده نمیشه، بهشون اهمیت نمیدیم، ولی میگه که همون مسائلی که برای شما پیش پا افتاده و ساده است، همونا آینده شما رو تغییر میده. پس امسال هم سالیه که از مسائل ساده نباید ساده گذشت، باید با تفکر عمیق و اندیشه عمیق همراه باشه. یه دونه هم شاهد داره این 6 خطی ما که عنوانش اومده که این سالیه که باید انرژی هاتون رو ذخیره کنید. احتمالاً سال بعدش، یعنی 404 سال اجراییات باید باشه، اجراییات بزرگ، همون لقمه درشت. چون در واقع گفته که اینجا ما باید انرژی رو ذخیره کنیم تو این سال، مقدمات اون کار مهممون که تو سال 404 میخوایم انجام بدیم امسال باید آماده کنیم. و این ثبات قدم و صحت عمل، 2 تا توصیه است که همیشه ایچینگ به ما میکنه. ثبات قدم در واقع اینه که توی کارتون ثابت قدم باشین، ناراحت نشین، فکر نکنین که او مثلا یک کار می‌خواستین انجام بدین 1 سال به طول کشیده بگی که من آدم مثلا به در نخوریم، من نمیتونم. نه، میگه که هر چیزی یک زمانی لازم داره. این سالیه که باید انرژی رو جمع کنید، ذخیره کنید و ثبات قدم داشته باشید. ناامید نشی اگر امسال اون کار مهمت انجام نشد، برای سال بعد یعنی 404 برای سال آینده فرصت هستش. و اینکه چیز دیگه که دوباره به ما یادآوری کردن ایچین، گفتن که اگر کاری انجام میدید، کاری نباشه که فقط به نفع خودتون باشه، باید به نفع همه باشه. یعنی کارهاتون رو یه جوری تنظیم کنید که علاوه بر اینکه خودتون سود و منفعت میبرید، دیگران هم در کنار شما به سود و منفعتی برسن. و در کل اگر شما این کار رو بکنید، بسیار بسیار ریسک موفقیتتون میره بالا. یعنی که فکر کنم جمله‌ام اشتباه بوده، درصد موفقیتتون خیلی بالا میره و به درخشندگی میرسه. و حتما گفتن که مرد برتر گفته‌ها و اعمال رو در دوران قدیم رو به ذهن میسپارد و به این ترتیب بر فضایل خود می‌افزاید. میگه این قدیمی‌ها اگر صحبتی می‌کردن، حرفی می‌زدن، از روی حکمتی بوده، پس اونها رو جدی بگیر و ازشون استفاده کن. در واقع احترام به بزرگتران هم تو درس. دقیقاً 100%. این که اصلا یکی از قوانین جهان هستی هستش. کتابی هم که من از روش خوندم اینه دوستان، اگر که حالا دوست داشتید میتونید تهیه کنید، خودتونم نگاه کنید کتاب رو، ولی نیاز به این داره که یک نفر با شهود و چیزی که آموخته این رو تفسیر کنه. ممنون از هاله جان که وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما گذاشتن. من سایتشون رو میذارم پایین کپشن مینویسم. اگر سوالی دارین، دوست داشتین ایچینگ بگیرین، دوست داشتین ارزیابی نامی بشین که من خودم این تغییر نامو انجام دادم،
و بسیار برکت داشته برای من. انشالله برای شما هم اینطور باشه. معرفی میکنم و حتما به پیج ایشون حالسان برید. ممنون از اینکه همراه ما بودین و ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون باشه.